أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا از مهربان پیش از همه خواستم تبریک کنم انشاءالله این عید سعید قربان بر شما امت موحد، امت مسلمان و امت نمازگزار و همچنین بر تمام امت اسلامی مبارک باشد و تمام روزهایتان با بندگی و اطاعت از الله سبحانه و تعالی عید باشد و خیر برکات این عید در زندگیتان و در آینده زندگیتان همیشه بر دوام باشد. از سربلندی ابراهیم علیه السلام و ایمان اسماعیلی علیه السلام و صبر و امید هاجر برایتان آرزومند هستم. برادران عزیز مهربان، یگانه راه نجات، یگانه راه سعادت، یگانه راه خوشبختی این است که از الله و رسولش اطاعت بکنیم در زندگیمون. امروزه امت اسلام که عید داریم، این عید قربان، این عید ابراهیم علیه السلام است. یعنی پدر امت اسلام علیه السلام. اون ابراهیم علیه السلام که الله سبحانه و تعالی در میدان آورده شد تا اون ایمان کامل و محبتی که با الله سبحانه و تعالی داشت برای ما و شما نشان داد که الله سبحانه و تعالی چقدر بندگانی دوستانی داره که دنیا این خیلی دوستان عزیزان ندارن. الله سبحانه و تعالی میفرماید درباره ابراهیم خلیل، اون ابراهیم بتشکن: و اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. زمانی که پروردگارش برای ابراهیم خلیل الله گفت که تسلیم شد، تسلیم من شد، ابراهیم علیه السلام تسلیم خداوند شد. همین امر برای ما و شما خداوند تبارک و تعالی دستور میدهد: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. ای کسانی که ایمان آورده اید بر تمام وجود وارد اسلام شین. یعنی تمام امرهای پروردگار رو باید ما و شما اطاعت بکنیم و دوستی سخت از همه با الله سبحانه و تعالی بکنیم. هر امر پروردگار و رسولش عزیز باشد نزد ما از همه چیز عزیز دوست شدنی. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما دستور داد تا از ابراهیم خلیلش پیروی بکنیم در زندگیمون.
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. الله سبحانه و تعالی میفرماید ثم اوحینا الیک، سپس ما به سوی تو وحی کردیم ای محمد علیه السلام، ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، تا که تو پیروی بکنی از ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، از دین آیین ابراهیم خلیل الله علیه السلام که اون دینی که موحد بود، توحیدی است. امروز ماشاءالله ما شما امت اسلامی عید داریم، خرسندی میکنیم، نتیجه اعمال ابراهیم بودشکن علیه السلام است. ابراهیم خلیل الله، الله سبحانه و تعالی در سر پیریش فرزندش عطا کرد. این در طول حیاتش در جوانیش فرزند نداشت اصلا. این در سینی بزرگسالی، در اون سینی که انسان فرزند پیدا نمیکند، الله سبحانه و تعالی فرزندش عطا کرد. آیسته آیسته فرزندش اسماعیل علیه السلام بود که کلون میشد روز به روز، تا اونجا رسید که فرزند وقتی شیرینیش بود، یعنی اون وقتی که کنار پدرش میره و این طرف میاد این طرف، دوستی و محبتش روز به روز در دل ابراهیم علیه السلام زیادتر شد، مولتر شد. الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام دستور و فرمان داد که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. دوستی باید از همه سخت‌تر و عزیزترین عزیز نزد ما و شما باید الله سبحانه و تعالی باشد. روز به روز زیاد شد مهر محبت اسماعیل علیه السلام در دل ابراهیم علیه السلام. خداوند دستورش داد، امرش کرد ای ابراهیم، من که خدای تو هستم، من که تو را خلق کردم، من که زن برای تو دادم، من که فرزند برای تو دادم، باید مهر محبت سخت‌ترین با الله باید باشه. خداوند تبارک و تعالی دستورش داد تا ابراهیم علیه السلام فرزندش لحد جگرش برای الله سبحانه و تعالی قربانی بکنه. امتحان خیلی سنگینه نه؟ ابراهیم علیه السلام در خوابش دید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراهیم علیه السلام در خوابش دید، در خوابش پیغمبر رو وحی میدیدن، یعنی خوابشون وحی بود. خواب دید که ای ابراهیم علیه السلام ذبح که اسماعیل برای من. در ابراهیم علیه السلام سراسیمه شد که امر الله زود بجا بیارم، امر خداوند زود بجا بیارم، زود انجام بدی. با اسماعیل علیه السلام صحبت کرد. فانظر ماذا ترى، ای اسماعیل رأی شما چیست، فکر شما چیست؟ الله فرموده قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. سبحان الله. اسماعیل علیه السلام فرمود که یا ابت افعل، ای پدر من انجام بدی اون امری که الله ترا دستور داده است، انجام بدی. ستجدن ان شاء الله من الصابرین. یعنی الله سبحانه و تعالی
ابراهیم خلیل الله، ابراهیم بت شکن در میدان آورد، برای ما و شما نشون داد تا ما و شما ببینیم یعنی چقدر الله سبحانه و تعالی دوستایی داره که دنیا تا دوست نداره و باید بندگان خدا مثل ابراهیم علیه السلام زندگی بکنن. فرمان و دستور الله و رسولش از همه چیز باید در نزد بندگان الله عزیز دوست داشتنی باید باشن. سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. سخن مؤمن همین است که زمانی که الله و رسولش دستور داد امر داشت انجام بدی میگه سمعنا و اطعنا، شنیدم و فرمان برداری میکنم. سبحان الله. ابراهیم خلیل الله، اون پدر امت اسلام، اون صاحب این عیده که ما عید میکنیم، ولی الله سبحانه و تعالی ما و شما دستور نداشت که فرزندامون با دست خیم به خاطر خدا برای خدا قربانی کنیم. این خیل امتحان سنگین برای ما و شما دستور نداده. یا که مثل اسماعیل علیه السلام پدر کارچه در زیر منحت بگذارن، اون وقت چیکار میکردیم ما و شما؟ الله سبحانه تعالی خیلی برای ما و شما دستورای آسون دادگیه که نماز خون، ترک نماز نکن، روزه گیر، زکات بدی، فقیر مسکینی بیچاره دستگیری کن، حج رو. سبحان الله، چقدر از ما نماز ترک میکنیم، چقدر از ما خب الله سبحانه و تعالی نسبت ما و شما خیلی لطف و کرم کرده، امتحانات آسون میگیره. یعنی امتحان سنگین برای ما و شما دستور دادگی نیست، فرمانی یعنی قین سنگین وزنی دادگی نیست، فقط آسونه. فقط چیکار نکن، بدگویی نکن، بدرفتاری نکن نسبت مسلمان، یعنی بدگویی نکن، غیبت نکن، سخنچینی نکن، یعنی چیز آسون ساده هستن. بازم نه که متاسفانه ببین چقدر ما و شما هستیم که بازم دست کم میگیریم فرمانه الله سبحانه و تعالی را، با وجودی که آسان هستن. ترک نماز و ترک زکات و ترک حج، چقدر از ما و شما میرن ریبا میگن، کردیت میگیرن در حالی که حرام هستن. چیزای آسونه رعایت نمیکنیم. مسلمان موحد باید مثل ابراهیم علیه السلام، یعنی تمام چیزش، یعنی امر الله نزدش از تمام چیزها باید عزیزتر، دوست داشتنی تر باشد، باید باشد. ابراهیم بتشکن که الله سبحانه و تعالی مهر محبت که ابراهیم علیه السلام نسبت الله داشت، اون محبت مخلصانه خالصانه، و اون توحیدی که ابراهیم علیه السلام و اون جایگاه بزرگ عظیمی که ابراهیم علیه السلام داشت، تمام تا حد ادیان دعوا میکنن که ابراهیم پیغمبر ما بود. هم نصرانی‌ها هم یهودی‌ها افتخار میکردن به ابراهیم علیه السلام که مال ما بود، پیغمبر ما بود، در حالی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولیکن کان حنیفا مسلما، مسلمان موحد بود. و ما کان من المشرکین، از مشرکان نبود مثل یهود و نصران.
تا آنجا که در روز عید کلونی نمرود و نمرودی ها وقتی که عید داشتن دبدبه داشتن رفت بت‌هایی که اون اهل بت پرستا نمرود و نمرودی ها پرستش میکردن همه رو خرد نابود کرد، تیکر کرد، از بین برد به غیر که یک کلونی بزرگ داشت. تبر در گردنش آویزون کرد. بعد از اینکه دیدن که بت‌هاش تیکه هستن در وحشت زده شدن کی کار کرده با بت‌های ما. وقتی که سخن کردن بعضی گفتن که ما شنیدیم یک جوان که از همونها نام میبرد که نامش ابراهیم است. فرمود نمرود و نمرودی ها با تمام اطلاعاتشون که زود پیدا کنه بیارش. در حال یک خور ذلیل یعنی احوال خطیب گیره بیارش. وقتی رفتن آوردنش پرسیدن که ای ابراهیم این کار تو کرده؟ گفت نه از خود چه پرسید و کلونترش کرده گیاد. وقتی که کمی هم صحبت کردن مبین خشو گفتن که اینا بوت اصلا صحبت نمیکنن گبزه نمیتونن ما چه خیلید. ابراهیم علیه السلام گفت آیا عقل نداره؟ چرا که عبادت میکنه قربانی میکنه به اون کسی گب نمیزنن روح نگون کار ازش نمیاد شما عقل در کجا هستن؟ نمرود خشمگین کرد بت پرستا را دستور داد که یک علاوه بسیار بزرگ کنند و ابراهیم علیه السلام اونجا باندازن و سخت‌ترین عذاب بتیان ابراهیم علیه السلام و شیطان آمد یکم کسی که در تاریخ یعنی فکری ساختن منجلقه را کرد و در راست کردن راستش کس این فکری شیطان بود که نمرود پیشنهاد کرد و نمرود گرفت ساخت منجلقه را و علاوه آتش کلون درست کردن تا ابراهیم علیه السلام بسوزاندن آتش. جبرائیل علیه السلام رسید فرمود ای ابراهیم میدونی علاوه برای چی است؟ این منجلق برای چی است؟ این برای سوختن تو است. این آتش بزرگ است. من آمدم تو را کمک کنم خدمت من هر امری باشد در خدمت تو هستم. اما ابراهیم خلیل الله اون توحیدی اون محبتی به الله داشت. گفت که ای جبرائیل تو هم مخلوق هستی مثل من است. من فقط از الله طلب میکنم کمک نصرت. فقط الله مرا کمک نصرت بکنه. وقتی که ابراهیم علیه السلام داخل آتش انداختن الله سبحانه و تعالی آتش امر کرد قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. سبحان الله. قلنا یا نار الله ما گفتیم یا ای آتش. خداوند خطاب به آتش کرد مثل این آتش میفهمه درک میکنه امری خداوند صاحب شه کونی بردا و سلاما علی ابراهیم بر ابراهیم سرد خنک باش. ابراهیم نگیر نسوزون سالم باش بر ابراهیم علیه السلام. آتش به امر الله سبحانه و تعالی ابراهیم خلیل الله نگرفت نسوزون. این نتیجه ای که کسی که به الله دوستی کنه مخلصانه رفتار کنه معامله به الله بکنه ابراهیم علیه السلام در داخل آتش بسیار بزرگ بسیار کلون
الله عبادت میکرد، نماز میخوند. سبحان الله. آتش فقط اون دست پایی که بنده هایی که بسته بدانش نمردی ها، آتش فقط همه را سوخت، دست پاشوش داخل آتش کلون نماز میخوند، خلوت با الله، عبادت الله. سبحان الله. نمرود و نمره ها شرمنده شدن. باید امر و دستور الله و رسول نزد ما و شما از تمام چیزها عزیزتر و دوست داشتنی‌تر باید باشد. امروز این ایده که ما بکنیم یا که حج هست، حج ابراهیمی است. بنابر همین برادران عزیز مهربان، یگانه راه سعادت برگشت به دین مبین اسلام است. یگانه راه نجات در اطاعت و فرمانبرداری از الله و رسول شد. یعنی خوشبختی در دیگر جا نیست، در بندگی و اطاعت از الله و رسول است که هدف خلقت ما و شما همین است که الله سبحانه و تعالی فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی الله سبحانه و تعالی فرمود که من انسان و جن رو خلق کردم برای بندگی خودم. یعنی انسان و جن یعنی دو چه هستند که صاحب عقل هستند. هم الله سبحانه و تعالی انسان عقل داده، هم جن ها را، و خلق شده الله سبحانه و تعالی برای بندگیش، برای عبادت الله سبحانه و تعالی. و خلاصه نتیجه بندگی چیه؟ این تقوا است، خدا ترسی است. به سبب تقوا مشکلات ما و شما برطرف می شود. به سبب تقوا رزق ما زیاد می شود. به سبب تقوا انشاءالله آینده فرزندای ما و شما خوب می شوند انشاءالله. و به سبب تقوای ما و شما انشاءالله در آینده الله سبحانه و تعالی فرزندای ما و شما را از بیرهگی، از ضلالت، از گمراهی، ای خوری، ای بدبختی نجات میده، به سوی راه راست میران. به سبب خدا ترسی و عبادت ما و شما الله سبحانه و تعالی فرزندای ما و شما را از غری، از بیرهگی، از اینکه نرکمند بشوند، از اینکه شرابخور بشوند، از اینکه بدبخت شوند، الله سبحانه و تعالی نجاتشون میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس که اگر خدا ترسی را پیشه بکنه، یعنی خدا ترسی تقوا این است که هر چی که الله سبحانه و تعالی دستور داد، امر کرد، همون کار را انجام دهید، ما و شما همون کار را انجام بدهیم. و از هر کاری که خداوند تبارک و تعالی منع کرد که همون کار را نکنید، ما و شما همون کار را نکنید. این است تقوا. چه خیلی که عمر رضی الله عنه فرمودن در راستای همین تقوا. تقوا یعنی که وقتی که پرسیدنش گفت که وقتی که شما راه می روین، پای افزار نداره، پتینکه نداره، وقتی که پات میمونی اول نگاه میکنی زیر پات اگر خوری نباشه که همون خور پات برود جون عذاب بکشه، درد بکشه. یعنی دیدن اول میبینی، بعد پا رو میگذاری پیشتا، بعد اول نگاه میکنی پیشتا، بعد پیش پات، بعد پا رو میگذاری. تقوا همین، اینه که از تمام کارهای محرمات رو گرفتن است، انجام ندادن است. پس هر کس اگر که تقوا پیشه بکنه، از هر حالت سختی، پستی، قینی، مشکلیه که انسان عقلش نمیره که از اونجا نجات یافتن،
الله سبحانه و تعالی هم بندش نجات میده از اون حالت سختی. و بسیار از ما فکری ریزق را میکنن که فردا ما گرسنه نمونیم، فرزندم گرسنه نموشن. الله سبحانه و تعالی در ادامهش فرمود که و یرزقه من حیث لا یحتسب. و الله سبحانه و تعالی همین بنده متقیش از اون جایی که رزق میده که همین بندش اصلا گمون نمیبرد که از همونجا میشه که رزق آمده. و با سبب تقوای ما شما گفتیم الله سبحانه و تعالی بر عهده خودش گفته فرزندای ما و شما را نگهداری بکن در آینده. در اونجا که سوره مبارکه کهف هست، این حکایت در داستان بسیار مشهور است. اون حکایت در داستان حضرت موسی علیه السلام با خضر علیه السلام است. وقتی که ملاقات میکنن سوم امرش همون است که زمان یک دیه قشلاق میروند یک دیوال کج میبینن، داخل همون خانه میشوند. اول از صاحب خانه طلب طعام میکنن که گرسنه هستیم، ما مسافر هستیم، غریب هستیم، یگان چیز مثلا طعام بدیم ما بخوریم. اما صاحب خانه مهمانداریش نمیکنن. خب میگم میروند خضر سلام دیوال چپا میکنه، راست میکنه، از سر بیناتش میکنه. بعد موسی علیه السلام میگه که میتونستی از این کار پول بگیری، حق تا بگیری، این کار است. خضر علیه السلام فرمود که هذا فراق بینی و بینک، این دیگر آخرین است، دیگر ما نمیتونیم یک جا شویم. بعد حکمت فهم برای چی این دیوال راست کرد. فرمود که این به سبب این است که و کان ابوهما صالحا، و پدر یعنی که زیر این دیوال گنج هستن. و صاحب گنج یک انسان متقی بود، خدا ترس بود که فرزند دارای دو فرزند هسته، مایده هستن. الله سبحانه و تعالی به سبب تقوای پدرش همین گنج خواست که برای فرزندای همین انسان خدا ترس برسونه. بنابر دستور الله من این دیوار قریب بود که خراب شود، از بین بره و گنج نمایان شد، مردم بگیره استفادهش بکنن. من دوباره راست کردم دیوار را که بیست دیوار تا زمانی که این دو فرزند این صاحبی که تقوا بود یعنی به غایه برسن. بعد این دیوار میرسه میغلطه و همون کنج خداوند سبحانه تعالی نصیب این فرزنده همین انسان متقیش میکنه ان شاء الله. خب ان شاء الله وقت تمام شده. یک امری که بسیار مهم است این است که وقت‌های ما شما هستند، حیات ما شما، دقیق‌های ما شما هستند. باید هر یک انسان خوب و دقیق اینا بدوند که ارزش‌ترین چیز و قیمت‌ترین چیز نزد ما این وقت‌های ما شما هستند. وقت‌ها ما یعنی که حرکت درست استفاده بکنیم که این بایگری ماست. امروز ما و شما زنده هستیم، اینکه حیات هستیم. حیات ما و شما وقتی ما تمام شدگی نیست. وقتی که وقت تمام شد دیگه ما و شما نمیرسن و دوباره ما اینجا نمیایم، هرگز دیگه این دنیا نمیایم. در این دنیا خوب زندگی کنیم 60 70 خوب 100 یک تنیم تمام. اما فقط در داخل گورها الله خودش میدونه چقدر صدها یا که 200,000 سال خودش میدونه فقط زندگی میکنیم. بعد از اون قیامت روزی سخت است در پیش. انسان اعمال خودش میبره. بنابراین همین مقصد که وقتها ما درست استفاده بکنیم، بالای تقوام کار بکنیم، فرزندان را تعلیم تربیت بکنیم. انشاءالله انا برادر عزیز انشاءالله این مسجد انشاءالله با کمک نصرت شما هست که شما الله سبحانه دوست می‌داره، کمک می‌کنه، نصرت می‌کنه، خیر می‌کنه تا ما آینده مسجد انشاءالله و خراجات مسجد میتیم انشاءالله. و تمام کسانی که نماز میخونن همه همین ثواب ثمره نماز، ذکر، عبادت برای شما میره انشاءالله.
کوشش کنید یادم کنید انشاءالله. بارک الله فیکم. پیغمبر خدا فرمود که و ما نقص صدقه المال، یعنی صدقه مال کم نمیکنه. یقین کنید که چیزی که در راه خدا میکنید چندین برابر زیاد میشه اما کم نمیشه. اما متاسفانه بعد از ما در کارهای خودشون پول بسیار خرج میکنن، نگاه نکرده دم افتاس نکرده بسیار میتونه، اما وقتی که مسئله میشه $1 $2 همون با فکر میکنن دو تیم نتیم انشالله همون $1 یا که $2 میتی همین مال اختار همین را انشاءالله فردوزی قیمت میگیری گم نمیشود. اما اون چیزی که در خود جمعش کرده اون مال خود نیست. پیغمبر الله صلی الله علیه و فرمود که انسان فرزند آدم السلام همیشه مال من میگه مال فرزند آدم اون چیزی است که خورد حالش کرد و اون چیزی که خرید پوشیدش کهنش کس پرتوفت یا اون چیزی که در راه خدا خرج کس این مال ما و شما. اما اون چیزی که جمعش کرده اون مال ما نیست، اون مثل تریدی است. زمانی که در راه خدا خرج کنیم بعد مال ما میشه. بارک الله فیکم.